نگینم و این جلسه قرار آناتومی ناخن رو کار کنیم. قسمت اول لبه آزاد یا فری ایج هستش که تمام سوهان کشی روی این قسمت انجام میشه. قسمت بعدی نیل پلت یا صفحه ناخن هستش که از کراتین شفاف هست. این کراتین شفاف اومده چسبیده به گوشت و قسمتی زیرش قرار داره بهش میگیم بستر ناخن یا نیل بد. این صفحه اصلی و بستر اومدن روی هم چسبیدن و گوشت هایی که دور ناخن قرار دارن بالشتک هستن. قسمت بعدی نیل والز یا ساید وال ها هستن. ساید وال ها دیواره های ناخن ما هستن، خط مرزی بین ناخن و بالشتک که در هر دو طرف ناخن هم وجود داره. قسمت بعدی لانولا یا هلال ناخن هستش که شیری رنگ هست و محل تجمع سلول های تازه هست و معمولا در انگشت های شست افراد دیده میشه. قسمت بعدی کوتیکول هستش که کوتیکول یه پوست مرده است، میاد روی بستر ناخن یا نیل بد رشد میکنه و به خاطر بافت مردهش زخم و خونریزی نداره. کوتیکول از وارد شدن باکتری و میکروب جلوگیری میکنه. قسمت بعدی اگزیت پوینت یا نقطه خروج هست. در نقاط خروجی ناخن از گوشت خودش جدا میشه. این نقاط خروجی اصلا نباید بهشون آسیب وارد بشه. اگر آسیب بخوره ناخن شکننده میشه و دیگه نقطه خروجی رشدی نداره. ممنون از اینکه تا اینجا ویدیو همراه من بودین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب فراموش نشه. ممنونم.